کори اپای رحیمه خوله حیرانم. به هر گونه فکرها خودشان را بند کرده زیغ شده گشتند. من از پای کارهایم میشوم خوله های عزیز. شما باشید استراحت خوبی خود را ادامه دهید. مبادا اگر به شما لازم شوم من در همین نزدیکی ها هستم. جیغ زنید. میلش خوله جان. با شما استراحت خوب. گفتگی برین قریب فراموش کردمانم خوله جان. سر دکتر گفتن که خودشان پگاه آمده شما را گرفته میبرن. تشکر دخترم. سلامت باشید خوله جان. ها بوی تتنجیه نیتی کجوی رفتن داری؟ اگر در اوجا جو باشه مرا هم برقتید. تنجید گونه پگاه می روم. خدا می داند باز که می بینیم. ای خیل نگودگانه حاضر یک گوشه به دیگر گوشه جمهوری رفتن یگون مشکلی نداره؟ راست میگی. خودش انا اوچه جون میتونین آزادانه راه گشتن گیرین. تشکر بچیم. اوه الهو برکه یابی. الهو برکه یابی بچیم. انا میتونین حرکت کنید. آیسته آیسته نترسیده حرکت کنید. آفرین آفرین آزادانه راه گشتن گیرین نترسید.
احوالتون خوب؟ نقص شدید؟ سلام علیکم. اوچه جان من چی شما؟ نقص؟ احوالتون خوب؟ نقص. اوچه جان من این چیزو گفتگاتون رو آوردم. ایلویم برکایو بچم. سلامت باشید. سلامت باشید. ماشا خاله چخله. مرا خیلی پزمون شده گیسته. ماشا خاله همین قدر خورسند کی؟ از خورسندی حتی جای نشستشون رو یافتن نمیتونن. من ماشا ایوانی مکتبی دگونایم. در مکتب یک جا میخوندیم، باز یک جا کار میکردیم. بسیار انسانی خوبه. به اینجا اومدنش و شوخی هایش هیچ از یادم نمیبراید. خدا عمرش دراز کنه. همین خیلی انسانی مهربانه که بعد وفات شوهرش ما همسایه ایم. یک جای زندگی میکنیم. بین حولی من و وی دیوار نیست. بله. السلام علیکم. خاله های عزیز. السلام علیکم. خوب هستید؟ بشینید خاله جان. خیر پگاه جواب میشویم گفته شاید خوب آرزوها کرده ده؟ دکتر جان آرزوی ما تنجی و امانی است. البته خاله. آرزوی هر یکی ماست. خاله جان در مسئله به خانه پیرانسالان رفتنتون من با راهبریت آنجا صحبت کردم. نصیب باشد پگاه خودم شما را به آنجا برده میمونم. تشکر دکتر جان. تشویش زیادتی کشیدید. ببخشید. خداوند به همه مراد و مقصدتون برساند. من از شما بسیار منتدار. پسرم یک بار هم ناومد. شما پسروار خدمت کردید. چی؟ به خانه پیرانسالان؟ نه من نمیمونم. دکتر جان من پگاه به خانه میروم، همراه هم گرفته میبرم. من در دیه خانه و حولی کلام دارم. زندگی هم خوب است. دگانه نگو. من و ماشا شما را زیق شوی نمیمانیم. خدا راضی باشد دگانه جان ما باز وا میخوریم. نمیخوام شما را تشویش دادن. ایمون همی گپوتا. خوب خاله ها نغزکک شما مصلحت کنید. حالا تا پگاه وقت هست صحبت کنید مصلحت کنید. خوب شد از دکتر جان. زیق نشوید. خوب سلامت باشید. خوش آمدید. بخشیش واقعا مادرم راست میگویند. خوب میشد که خاله رحیمه را ما یک جای بعدی همه بردیم. اونجا حولی کلان. اول اینکه مادرم با خاله رحیمه خیلی خوب اونس گرفتن. خوب میشد که میرفتن در همون حولی یک جای زندگی میکردن. یکم کمبودی نیست. شما با مادرتون زندگی نمیکنید؟ من در شهر کور زندگی میکنم، لیکن روزهای استراحتی به عیادت مادرم میروم. خیر خیلی خوب. مصلحت کنید. حالا وقت هست. خوب نظم باشید. مرحمت درآیید. ممکن؟ مرحمت درآیید. چرا نه؟ درآیید مادر جان. مرحمت. عذر که شما را تشویش دادم. نه این خیلی نگوید مادر جان. مرحمت شنید. خوش مادر جان. سلامتیاتون خوب است؟ خوب است پسرم. شکایت ندارم. خوش. بچه خلاص آمده؟ بچه جان دگانم سارا جان خیلی انسانی خوب است. من همراهش میروم. شما را دیگر تشویش نمیدهم. چی جای تشویش است مادر؟ این وظیفه ماست. لیکن شما نقص فکر کنید. شما و جمع همکارانتون برای من خدمتی زیاد کرده. پیش از رفتن آمدم که منت داری بیان کنم.
همتون رو فرزندوار دوست داشتم. شما هم فرزندوار خدمت کردید. فقط نمیدونم برای چی باشد که یک و یگانه فرزندم باره هم به نظرم ناومد. زیغ نشوید مادر جان، زیغ نشوید. ها، سراغه خالای سارا در دفتر قیدهایمان بچه جان، لابه خالا جان. میخواهم یک بار دیگر خانم رو بینم. خانه شما در کجاست خالا جان؟ آنجا دور نیست، سری راه کوچه خیرالله میرزویی. خوب شدست خالا جان. تشکر پسر. مایلش بچم، در دل شورمون نمانم. خوب شدست جان. میروم. دگونه مادر جان، مادر جان ما چه شما را یاد کردم مادر جان. شکر که صحت سلامتن. خیریت که صحت سلامت رو میبینم. مادر جان مهمش شما سلامت باشید. خواهش میکنم مرا ببخشید. التماس مادر این خیلی جان، نگوی پسر جان. روزی که شما رو به بیمارخانه بردم مرا بررسی با کورس تکمیل اختصاص روان کردند. همین شب آمدم. وقتی زنگ زدم نداشتم، لیکن بعضا وقتی افته زنگ میزدم از احوالتون با خبر میشدم. امیدوارم که الینتون رسانیدگیست مادر جان. گفت هیچ گپ آروم نیست. شوید مادر. مادر اساسش جان که من صحت سلامتی پسرم. خواهش میکنم مادر جان خیریت. مرا ببخشید. بیا پسرم، میمان ها را به خانه تکلیف کنید. السلام علیکم. خوب هستید؟ گونه سرگردون نشو. خانه را دیدیم. یگان روزی دیگر میشوم میبیویم. حاضر بیمارخانه اومدیم. دگونه سگو بچه ما روان میکنم البته میبیویی. رختونه نگاه یک پیاله چای می‌نوشیدیم بعد میرفتید. چیل میشود. یگان روزی دیگر میشوم. سلامت باشید. خوش آمدید. شما ما رو قرضدار کردید. مادر جان بیایید مادر جان بیایید. مادر جان راستش رو گویید که الینتون به خبرگیریتون میرفت؟ می اومد پسرم می اومد. مادر جان من که الینتون رو به جای کارش برده سر قدم به کارخانه خودم میدرویم. حجت رو تخت کرده زود برمیگردم. مرحمت چای گیرید. تشویش نکش پسرم، خانه خودم از پس کارت رو. مادر جان خدا رو شکر که شما رو صحت و سلامت میبینم. سلامت باش پسرم. خیر یک دعا مادر جان. الهی آمین. هر کجا که باشی خداوند نگهبانت باشد. صحت سلامت رفته صحت سلامت برگردی. با کسب و کارت برکت میخواهم بچه. آمین. الله اکبر. تشکر. شما با حضور باشید مادر جان. من زود برمیگردم. خیر مادر. احتیاط کن بچه. بایلش مادر جان دوستتون میدارم.
омадӣ бачем? ها اومدم. سلام مادر салом جان. бачаҷон. келин дар куҷост? به خونه مادرم میروم گفت. بیا بچیم، چای خنک نشود. تشکر مادر جان. من دیرتر نهاری میکنم. خیر مادر جان. ایست پسرم، امروز حتما رفته کلین رو بیار. زندگی پستی و بلندی ها دارد پسرم. او هم سازش کنید. تو به هر حال مرد هستی. او مادر است، فرزندش رو گم کرده است. اومدن نمیخواهد مادر جان. چی کار کنم؟ پسرم، تو زیغ نشو. من میدونم برای چی نمی آید. من امروز به خانه دوگانه‌ام میروم. یکون هفته آنجا میمونم. تو یک گلوچ کرده همسرت رو بیارو. زندگی خودت رو بین. وای مادر است، وای رو فهمیدن ممکن. مادر جان، مایلش. من میروم برای آوردنش. لیکن باوری دارم که او هیچگاه مرا نمیفهمد. خیر مادر جان. خیر پسرم. شما زیغ نشوید. مادر جان، با تو دروغی گفتم که نابخشیدنی است. دروغ گفتم که مرا خواندنی روان کردند. دیگر چی می گفتم؟ همش از روی این. اما این باشد خورسندی کرده گشت است. مادرم؟ مادر جان. مادر جان، مادر جانی من، با شما چی شد؟ مادر جان، مادر جان، خواهش میکنم چشمانتون رو ببند. مادر جان. مادر
دور از تو بودم مادرم، پزمان من بودی، پزمان من بودی، پزمان من بودی. هر جا کی بودم مادرم، پزمان من بودی، پزمان من بودی، پزمان من بودی. هر جا کی بودم مادرم، پزمان من بودی، پزمان من بودی، پزمان من بودی. باره به سراغت نامدم مادری جان، هر لحظه و هر دم نگران من بودی، نگران من بودی، نگران من بودی. باره به سراغت نامدم مادری جان، هر لحظه و هر دم نگران من بودی، نگران من بودی، نگران من بودی. دور از تو شدم مادرم، یار در برم، یار در برم و دور است مادرم. دور از تو شدم مادرم، یار در برم، یار در برم و کجاست مادرم. مادر مادرم شیری سفیدم دادی، مهرم دادی، مهرم دادی. از ناکامی ها بسا امیدم دادی، امیدم دادی، امیدم دادی. رهرو زدم در زندگی مادر مرا ببخش، ارزنده نیام رنج تو را مادر مرا ببخش. رهرو زدم در زندگی مادر مرا ببخش، ارزنده نیام رنج تو را مادر مرا ببخش. این دیده پر آبی تو خود چشمه مهر است، چشمه مهر است، چشمه مهر است. من بعد مادرم قدر سخنه تو بسی پیر است، تو بسی پیر است، تو بسی پیر است.
چشمه مهر است من بعد مادرم قدری سخنه تا به سپهر است تا به سپهر است